بوکس های L ببینید بوکس های L از L 4 3 داریم به بالا تا L 8 L 12 که مثل بوکسه، مثل یه آچار رفته داخل وارد بوکس شده و از او استفاده و آچارش هم داریم. آچارش هم شامله آچار L، آچار L 6 L 5 بوکس T20 الان بوکس T30 بوکس T15 ببینید این هم خارخاره بوکس T30 بوکس T20 بوکس T55 این بوکس خیلی این بوکس بیش‌های سرسلنده پژو T5 رو با همین بوکس T55 باز میکنن و هیچ بوکس دیگری به این نمیخوره. ببینید دو نوع داریم T15 پیش گوشی T15 و پیش گوشی T20 راسته یا واسطه همون راست بلند راست و کوتاه و راست و کوچی ببینید برای آچار این آچار دست بوکس کوچک همچین راسته ای میخوره. ببینید مثل خودش راسته کوتاه این هم دست بوکس کوچیک و هم میخوره. دست هندلی برای راحت باز کردن پیچ ها از دست هندلی استفاده میکنیم. ببینید راحت مثل دسته موتوره دست هندلی چطوریه؟ اینطوری. چکشه بزرگ داریم متوسط داریم و کوچک داریم. سالته بزرگ متوسط و کوچک. جغجغه سه نوع داریم جغجغه و جغجغه کوچک و جغجغه کوچکتر. جغجغه برای باز کردن راحت پیچ ها از اون استفاده میکنیم و باز و بستن داره. الان بسته و علاقه تو پشتش که میخوایم چیز بکنیم بازه. ری ما بهش میگیم آچار 14 پوزه و خیلی ها بهش میگن سر رنگی یا دو رنگی. اینجا پوزه اینجا 14 ببینید 14 پوزه ببینید اینجا آچار رنگ 12 رنگ 13 آچار خور دیگه نداره مثل آچارهای معمولی که اینجا که آچار خور داشته باشه فقط رنگیه. آچار 12 آچار 13 آچار تخصصی بخونه. این آچار خیلی مهمه و آچار خیلی تخصصیه. آچار فیلر گیری ماشین‌های پژو خیلی بعضی وقتا درست کار نمی‌کنن به قطع و بسط دارن ماشینا درست بنزین نمی‌کشن و درست کار نمی‌کنن. آنها رو تنظیم می‌کنن فیلر گیری می‌کنن با این آچار فیلر گیری بهش میگن. انشالله تا قسمت بعدی همراه ما باشید با خانواده ما آموزش بهتر ببینید.